اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الله و اهل بیته الطاهرین و صحبه المنتجبین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. چند تا سوال دوستان ارسال کردند که در جلسه امروز من تلاش میکنم و 2 تا از آنها یا 3 تا از آنها پاسخ بدهم. برادری به نام قربانبک مختاربکوف سوال فرستادند، گفتند که من در روسیه راننده شده در یک شرکت کار میکنم، بعضی وقت در وقت نمازها باید رانندگی کنم وگرنه نماز را بهانه کنم من را از شرکت میرانند. آیا میتوانم نمازهایم را در شب یک جایه کرده بخوانم؟ پاسخش این است: نه برادر، شما باید نمازها را در وقت خودش باید ادا کنید. حالا اینکه شرکت شما نماز که همش 5 دقیقه 10 دقیقه بیشتر وقت شما را نمیگیرد، باید نماز را به هیچ وجه ترک نکنید. نماز مهمترین رکن دین است. فرقی مسلمان از غیر مسلمان اگر یکی با ایمانش و اسلامش باشد دیگر با نمازش است. ما به هیچ وجه مجاز نیستیم که نماز را قضا کنیم. متوجه هستید؟ حتی در حالتهای سختی که عارضی انسان می شود مثل بیماری، ما مجاز نیستیم نماز را ترک کنیم. اگر امکانی وضو نداریم، با آب طهارت کردن را نداریم، باید تیمم کنیم. اگر بیماری ما به گونه است که خوابیده ایم و نمیتوانیم حتی تکان خوریم، جمعیم، در این صورت هم باید با اشاره نماز را بخوانیم. به هر حال به هیچ وجه ترک نماز جایز نیست. با در اون شرکتی که شما کار میکنید باید به هر حال با یک حسن تفاهم بفهمانید با اونها. خب مگر من فکر نمی کنم که هیچ انسانی حتی کافر باشد اگر بفهمد که طرف خب پایبند به یک دین است و مراسم دینی دارد، خب هیچ وقت مخالف نیستن که شما نماز خوانید. حتی در راه هم از اونها بخواهید، التماس کنید 5-10 دقیقه نگه دارید وقتی نماز را ادا کنید، بخوانید، بعد میتوانید کارتون ادامه دهید. یعنی نماز، ترک نماز به هیچ صورت جایز نیست برادر عزیز. الا برای زنها که هنگام عادت زنانه اینها خب نمیخوانند، خب دین فرموده است این را در حالت حیض و نفاس. اما برای مرد به هیچ وجه جایز نیست. حتی مریض هم که شد باید نمازش را ادا کند. حتی نمیتواند طهارت کند، نمازش را بخواند. توجه هستید؟ نه، جایز نیست. بعد خب ما یک کاری کنیم که خدا ما رو تحمیل کنیم برای دیگران. دوستانی که در روسیه هستند، حالا در شرکتی کار میکنند، در کارخانه‌ای کار میکنند، یک کاری کنند که خودشان تحمیل کنند. ما از مسلمان بودنمان، از نمازخوان بودنمان نباید خجالت کشیم، بلکه افتخاری ماستیم، افتخار کنیم. توجه هستید؟ در هر وقتی نماز که فرا رسید شما جای نماز را پهن کنید، نمازتون را خوانید. کاری هم نداشته باشید کسی شما را مسخره میکند، میخندد. نه، اگر اون خندید اون نشانه حماقت اون است. یعنی در برابر خداوندی آفریدگار که سر به سجده نهادن که خجالت ندارد. توجه هستید؟ به هر صورت ما باید خودمون تحمیل کنیم. فرهنگ خودمون، فرهنگ منظور دینداری خودمون را نگه داریم. در هر کجا بودیم پنهان هم نکنیم، خجالت هم نکشیم، افتخار کنیم. باید ترک نماز جایز نیست برادر عزیز. برادر قربانبک 2 تا سوال هست برادری به نام عزیزالله سعید فرستادند که این 2 سوال خب شاید نیاز به توضیحی بیشتر داشته باشد و این جلسه ما شاید بیشتر پیرامون این است.
ایشان دو سوال ارسال کرده اند. سوال یکمشان این است، میفرمایند مگر دین اسلام یک قرآن ندارد؟ مگر پیغامبر یک تا دین را پیشکش نکرده اند؟ اگر این خیل است چرا مذهب‌های مختلف هست؟ سبب‌هایش چیست؟ این سوال اولیشان. سوال دیگری این برادر عزیز الله این است، میفرمایند نظری شما درباره حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که امتی من 73 فرقه می شوند و همه اشان در آتش دوزخ هستند بجز یک گروه که نجات یافته هستند چیست؟ گروهی نجات یافته کدام گروه هست؟ آیا یک مذهبی خاص است؟ چشم، به این دو سوال پاسخ خواهم داد. در رابطه با عرضم حضور شما پاسخ سوال یک باید عرض کنم که ببینید، آره ما مسلمانان، همه مسلمان ها یک قرآن داریم و الحمدلله این قرآن ما دیگرگونی در اون نیست، تحریف در آن صورت نگرفته است. به همان صورتی که بر پیغمبری عزیز ما حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرود آمده است در نزد ما هست. نه یک حرف زیاد شده است، نه یک حرف کم. توجه هستید؟ آره قرآنی همه ما قرآنی واحد است، فرقی نیست. پیغمبرم یک دین را آوردند، یعنی منظور شما شریعت، یعنی یک شریعت را آوردند، نه دوتا را. خب شما میگویید که اگر این چنین است پس چرا بین مسلمانان اختلاف هست، مذهب‌های گوناگون هست؟ پاسخش این است، ما یک سری به تاریخ برگردیم. مسلمانان اختلافاتی دارند، در این شک نیست، اما اگر از این اختلافات چشم پوشیم، خب تمامی مسلمانان در بیشتری موارد با هم متفقند، با هم یک نظر دارند. بعضی ها متاسفانه فقط چشمشون به اون اختلافات می افتد. چرا موارد اتفاق ازش صرف نظر می شد؟ اولین اختلافی که در بین امت اسلامی واقع شد در مورد این بود که بعد از پیامبر صلوات الله و سلامه علیه و علی اهل بیت جانشین آن حضرت کیست؟ یک گروه از مسلمانان صدر اسلام خب اعتقاد داشتند که گفتند باید جانشین و خلیفه بعد از پیامبر با ضمن شورا مشورتی گروه از مسلمانانی عرضم حضور شما معتبر محترم، مسلمانانی که با نفوذ بودند که در اصطلاح اینها را به شورای حل و عقد میگویند باید تعیین شود، یعنی اینها باید جمع شوند، از میانشان یک نفر را که شایستگی خلافت و جانشینی پیامبر را داشته باشد خب باید انتخاب کنند. و همچنین هم شد. بعد از رحلت حضرت پیامبر صلوات الله و سلامه علیه جمع شدند مسلمانان و حضرت ابوبکر را به عنوان جانشین انتخاب کردند. اما یک گروهی بودند که نه، اینها بر این باور بودند که پیامبر خودشان جانشین خود را تعیین کردند. خب اینها دلیل هایی داشتند برای خودشان. میگفتند خدا به پیامبر فرموده است که جانشین تو مثلا علی است و اینها یک مدتی با خلیفه اول حضرت ابوبکر رضی الله عنه بیعت نکردند، گفتند باید علی خلیفه باشد. اما بعداً خب یک شرایطی پیش آمد، ظروفی پیش آمد که حضرت علی نه بیعت کردند و دیگران هم بیعت کردند و دیگر همه به روال طبیعی خودش افتاد، راه خودش افتاد. اما این اثری خودش را گذاشت. اولین اختلاف همین بود.
مسلمانان دو دسته شدند. گروهی بر این اعتقاد بودند که خلیفه پیامبر علی است، یعنی باید علی میشد. گروهی هم بر این اعتقاد بودند که نه، باید خلیفه را خود مسلمانان انتخاب کنند. اما آیا اختلاف است که باید مثلا مسلمان ها بین آنها یک دیواری به بلندی دیوار چین مثلا گذاشته شود و از هم بیگانه باشند؟ نه. هر دو نماز میخوانند، هر دو به یک قبله نگاه میکنند و نماز میگذارند، هر دو روزه در یک سال یک بار روزه میگیرند، هر دو معتقدند که خدا واحد است، هر دو به تمام مراتب توحید معتقدند. اختلافاشون در این مورد و چند موردی اعتقادی یا فقهی که حالا اشاره خواهم کرد هست، اما اون اختلافات باعث نمیشود که مسلمان ها از همدیگر جدا باشند. توجه هستید؟ خب این اولین اختلاف بود که مسلمانان دو دسته شدند. اما بعد از یک زمانی که گذشت، بعضی از مسائل بود، مسائل اعتقادی در مورد صفات خداوندی تبارک و تعالی و خصوصا صفات خبری خدا که میان مسلمانان در همون صدر اسلام، وقتی که صدر اسلام میگم مرادم زمانی پیامبر، زمانی صحابه، زمانی تابعین هم همون کسانی هستند که آنها پیامبر را ندیده اند. صحابه کسی است که پیامبر را دیده در حال مسلمان بودنش، اما تابعین کسی که صحابه را دیده است اما پیامبر را ندیده. بعد از تابعین میاد زمانی تبع التابعین کسانی است که اینها صحابه را ندیده اند اما تابعین را دیده اند، یا حتی اگر دیده باشند هم خیلی در سنی بلوغ و تمیز نبودند. این صاحبانی مذاهب مثل همین امام اعظم ابو حنیفه و امام مالک و امام شافعی و امام احمد حنبل و امام جعفر صادق، اینا همه از یا تابعینند یا تبع التابعین. عرضم حضور شما صدر اسلام همین عرضم این بود، یک سلسله اعتقاداتی بود خصوصا در محور صفات خداوند، صفات خبری خداوند به ویژه و خصوص که مسلمان ها در این مورد با هم اختلاف پیدا کردند و این اختلافات باعث شد که مسلمانان به لحاظ اعتقادی باز چند دسته شوند. توجه هستید؟ حالا فقط نه صفات خبری، بلکه مثلا یکی از اختلافات سببش منشأش در رابطه با کلام الهی بود. یک گروه میگفتن که کلام الهی حادث است، بعد گروه دیگه حادث یعنی بعداً پیدا شد، نبود. بعضی ها نه، میگفتن که کلام خدا قدیم است. قدیم به معنی اینکه اول ندارد. توجه هستید؟ همیشه هر وقت خدا هست اون هم هست مثلا. حالا اون من توضیحش را اینجا نمیخوام توضیح بدهم چون بحثی طولانی است. حالا این هم سبب شد که مسلمانان به دو دسته تقسیم شدند. بعضی هم منشأ بعضی از اختلافات هم همین مسئله قضا و قدر الهی بود. بعضی ها بر این باور شدند که مراد از قضا و قدر الهی یعنی این است که هر کاری که در این جهان اتفاق می افتد این عرضم حضور شما کار خداست و